دوستان ارجمند، درود بر شما. ما میدانیم واکسن کووید 19 وقتی ثمرناک است که در همه اشخاص سوایه و در شخصانی که سن آنها کلان است، کلانتر از 60 سال و یا نقص مسئولیت دفاع بدن را دارند، 4 وایه باید زده بشود. شخصانی که این واکسن ها را به پوره نزنند می توانند در معرض خطر گرفتار شدن به بیماری و خدایی نکرده در بعضی موارد فوت شوند. به این سبب بر اساس پروتکل های وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان تمام شخصانی که کلانتر از 18 سال هستند توصیه به آنها می شود که 3 وایه واکسن را بزنند و این واکسن ها در دسترس همه اهالی است، بی پول و رایگان، با یارداندهی حکومت تاجیکستان، وزارت تندرستی و شریکان رشد. شخصانی که واکسن میزنند می توانند به کووید 19 گرفتار شوند، لیکن شدت بیماری و فوت در آنها بسیار بسیار کم است. وقتی که ما به آمارهای جهانی نگاه میکنیم میبینیم که بعد از شروع شدن، بعد از آغاز واکسن در دنیا، میزان فوت و شدت بیماری در بسیاری از کشورها که واکسن را به پوره زدن خیلی خیلی کم بوده که این یک دستاورد شگرف علمی است. به شما عزیزان توصیه می‌کنیم که اگر واکسن نزده اید هرچه سریعتر به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید و اگر واکسن های خود را 1 وایه زدید یا 2 وایه حتما مراجعه کنید و 3 وایه واکسن را کامل کنید. ما میدانیم برای زدن 3 وایه واکسن، وایه سوم 6 ماه بعد از وایه دوم خواهد بود. سلامت باشید.